سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. برای درست کردن تاپرمون اول 70 گرم خمیر فوندانت سفید بردارید و اونو خوب برز بدید که بافت خمیرتون به همچین شکلی در بیاد، یعنی یه حالت آدامسی کشدار و یه سطح صاف داشته باشه. بعد از اونو خوب فشار بدید داخل دستتون، حباباش گرفته بشه و یه گردیه بدون ترک. از اینکه اینو خوب گردش کردیم داخل دستم چند دور میچرخونم که یه حالت بیسی داشته باشه، یه همچین شکلی حدوداً 5 سانتی متر باشه. خب بعد از قسمت بالا حدوداً 1 سانتی 1.5 سانت میام اینجوری داخل دستم بین دو تا انگشتم، این قسمت بالا رو ببینید، فقط قسمت بالا 1.5 سانت از بالا جدا کنید. این کار رو انجام بدید کامل داخل بین دو تا انگشتتون، اینو بچرخونید. بعد این قسمت بالا هم میخوایم حالت گرد داشته باشه که این قسمت که تو پلتره میشه بدنه تاپرمون، این قسمت میشه سر تاپر. بعد از قسمت مثلا میخوایم اینجا بدنه باشه، این قسمت که میشه مثلا پشت گردن تاپر، اینجا رو یکم با دستمون فشار میدیم به این حالت. ببین بعد این قسمت رو من داخل دستم میذارم، اینجوری فشار میدم که از اون برجستگی کم بشه. بعد یه دونه ماکت برمیدارم از این ماکت ها گرد باشه، اینو روش میذارم به این شکل. بعد آروم یکم با دستتون فرم بدید، اگه جای دستتون مونده بود اونا رو از بین ببرید. و اینکه اگه از این ماکت ها ندارید، قالب کیکی که میخواید باش کیک درست کنید اونو برعکس کنید و این رو روش فیکس کنید. حالا اگه قالبتون حتی مستطیلی بود، مربعی بود، باز هم قالب مربعی رو بذارید و اینجوری این قسمت ها رو فیکس کنید. اینکه تاپر رو خوب ورز داده باشید خیلی مهمه برای این خمیرتون رو خوب ورز داده باشید، خیلی مهمه برای این تاپرمون. بابت اینکه این قسمت رو یکم خم می‌کنیم، اگه خوب ورز نداده باشید از این قسمت ترک برمی‌داره خمیرتون. بال تاپرمون یا همون دستای تاپرمون 2 تا خمیر 3 گرم بردارید، این یه دونشه یه 3 گرمه، 2 تا بردارید برای هر کدوم 3 گرم. بعد به حالت یه اشک در میاریم که طولش حدوداً 3.5 سانتی متر باشه به این شکل، 3.5 سانتی متر باشه. من یه دونم قبلش در آوردم به این شکل. یکم حالا اینو اینجوری خمیده میکنیم، یکم با دستتون فشار بدید اون برجستگیش یک کوچولو کمتر بشه به این شکل. بعد اینا رو این قسمت میچسبونیم. از این قسمت هم میتونیم بزنیم. برای درست کردن قسمت نوک یا منقار تاپرمون و قسمت پاهای تاپرمون، من از رنگ شماره 244 دوره ترکیب رنگمون استفاده میکنم. شما از هر رنگی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید، زرد، قرمز، نارنجی، هر رنگی که دوست داشتید. میام یه مقدار رنگ برمیدارم، برای قسمت منقار تاپرمون حدود نیم گرم خمیر نیاز دارم. نیم گرم خمیر جدا میکنم، خوب اونو گردش میکنم داخل دستم. به این شکل. بعد اینو داخل دستم به حالت یه پیسی درش میارم به این شکل. اندازه میگیرم از 1 سانت یکم بیشتر باشه، از 1 سانت یه مقدار بیشتره. مجدد داخل دستم یکم گرد میکنم، بعد یکم فشار میدم که از اون برجستگی روش کمتر بشه به این شکل. حدوداً در نهایت وقتی که برجستگی روش رو میگیریم حدوداً 1.5 سانتی متر میشه، از یک مقدار بیشتر به این شکل. اینو این قسمت میچسبونیم. حالا من انتهای
پشت خمیرم رو یه مقدار آب میزنم با قلموی نازک و آب یه مقدار پشت کار میزنم. ببینید این قسمت وسط فقط میزنم یکم مرطوب باشه و بچسبونم. من همیشه از آب استفاده میکنم. و این قسمت وسط سر تاپرمون میچسبونم کامل. و دستای تاپرم میچسبونم. این دستای تاپر رو از کجا چسبوندم؟ از دقیقاً این قسمتی که فوندان ماکتم داره تا میشه، از این قسمت من چسبوندم و روی شکم تاپرم گذاشتم. حالا شما میتونید کناره ها بذارید یا روی شکم تاپر بذارید یا غیره. خب این تا این مرحله. برای قسمت پاهای تاپرمون 3 تا گردی کوچولو میخوایم که من یه دونه نیم گرم یا همون 5 دهم، یه دونه 4 دهم، یه دونه 3 دهم. اگه ترازوی دیجیتال باشه اینجوری 5 دهم، 4 دهم، 3 دهم اینجوری بگیرید. ولی اگه نداشتید یه دونه نیم گرم درست کنید. یه دونه از یه نیم گرم کمتر، یه دونه از این نیم گرم کمتره، باز یکم کمتر. من خب برای ترتیب پاها هم میام این نیم گرم رو میذارم وسط اینجوری، یعنی یه دونه کوچولو بزرگ باز یکم کوچولو، ترتیبشون اینجوری. این نیم گرم بزرگترین وسط باشه. بعد میام اینا رو هر کدومش رو یه دونه اشک درست میکنم. اینجوری اشک کوچولو. نیم گرم هم اشک درست میکنم اینجوری. اینم یه اشک درست میکنم. بعد این 3 تا رو اینجوری کنار هم قرار میدم. میتونید وسطش رو آب بزنید که به هم بچسبن. اگرم خمیرتون نرم بود نیاز نیست آب بزنید. بعد این قسمت پایینش هم فیکس میکنم کامل. از این 2 تا درست میکنم، یه دونه این، یه دونه من قبلا درست کردم این. برای قسمت پاهای تاپرمون اینجوری این قسمت یکم پایین‌تر خیلی با نمک قرار میگیره. قسمت پایین پاها رو آب میزنم با قلمون. این قسمت و این قسمت یه کوچولو آب میزنم. بعد این قسمت پایین بدن اینو میچسبونم. یعنی از اینجا که نگاه میکنیم زیادم بالا نزنید. این یه دونه از پاها، اون یکی رو ببینید یه حدودا 1 سانت از پاها فاصله بدید، بعد یه بچسبونید. پا رو یکم فاصله بدید، فاصله 2 تا پا از هم، یعنی این فاصله 1 سانتیمتر باشه. برای چشمای تاپرمون با فوندانت مشکی میام 2 تا گردی خیلی کوچولو درست میکنم. بعد این قسمت بالای منقار تاپرمون، این قسمت خیلی از این منقار فاصله ندید، بیاید بالا، خیلی هم نچسبونید. یه کوچولو این قسمت یه دونه فرو رفته درست میکنم. این قسمت هم یه دونه. فاصله 2 تا چشم هم هستم حدودا 1 سانتیمتر باید باشه. بعد این چشما رو داخل این فرو رفتگی ها میذارم. بعد با فوندانت صورتی هم 2 تا گردی کوچولو درست میکنم برای لپ تاپرمون. یه دونه‌شو این قسمت میزنم و یه دونه‌شو این قسمت. در آخر بچه‌ها وقتی خواستید اینو روی کیک بذارید، اول که بذارید یه روز بمونه روی ماکتتون که خودشو بگیره و خشک بشه. بعد که از روی ماکت برداشتید یه دونه سیخ چوبی زیر این بزنید، یه دونه هم زیر سر تاپر بزنید که کامل داخل کیک فیکس بشه. ولی الان برش ندارید، بذارید یه روز بمونه روی ماکت کامل خودشو بگیره که وقتی برمی‌داشتید دفرم نشه و بعد استفاده کنید. امیدوارم که دوست داشته باشید، به کارتون بیاد، برای کیک‌های خوشگلتون درست کنید. اگه درست کردید عکساشون رو برای منم بفرستید، خوشحال میشم کاری قشنگتون رو ببینم و همین دیگه. امیدوارم دوست داشته باشید.